و آن شخصانی که پیش بینیش دیده نمیتواند خوب اگه عبدالحلیم و بنی خودت کلان که است خودت پیش بنی تا میبینی مردم که بنی های کلته دارن مشکل است که پیش بنی شو ببینن. جامعه رو درک کنیم کشورهایی هستند که خیلی در یک مدت معین روی به ترقی آوردن به مانند سنگاپور، چیلی، یعنی اونها را ما باید متخصصانی مخصوص را به اونها روانه کنیم که اونها بینن که سبب پیشرفتن آن از چی است. من هاست زیاد چیزا را میدونم. من میدونم که چه خیلی کشورها پیشرفت کردن. ای خدا توبه 2004 میدونستی که کشورها چه خیلی پیشرفت کن؟ ما نمیدونستیم که تی خودمی زور بدای. اگر او خودمی زور میبودی هم 2004 نفرمدی زوری تنشون بدی که ای مردم احساس کردم من اکنون عبدالحلیمی اون سال 2004 نیستم. یک گپی عجیب میگه که من او عبدالحلیم 2004 نیستم. خوب در 2020 یگان دنبی پیدا کرده یک عبدالحلیم. بعضی آدم میگن که ارگب نگین کلان سال است گناه داره. دوستای عزیز این سیاست یک جای است که در اینجا کلان سالی و میده سالی نیست. وقتی که در سیاست درومدی در این قدرت درومدی بخوای نخوای تنقیدت میکنن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و تماشابینان منوچهر کوهستانی. پیش از این که ما در این باره ای شخص سیاسی گپ زنم دوستای عزیز و کمی شما نیز خنده بکنین میخوام قصه پیرمرد و میمونه بکنم. یک پیرمرد کلاه فروشی بود. پیرمرد کلاه فروش سفر کرد به یک دیه. در راه یک درخت زیبا را دید. در تگ همون درخت گفت یک خواب بکنم. وقتی که همی گرم که است سایگی درخت دید موی سفید خواست که کمی استراحت بکنه. خب از همون کلاهایی که در دستش داشت برای فروش می برد یک تشه در تایی سرش گذاشت و خواب رفت. دیری نگذشته بود که از خوابش بیدار شد. وقتی که از خوابش بیدار شد نگاه کرد که کلاها نیستن. به طرف آسمان نگاه کرد که در بالای همو درخت همو میمونا همو کلاها را در سری خود گذاشتن. حیران شد گفت چیکار کنم؟ بعد یک فکر در سرش آمد گفت خوب نگاه بکنیم که همی میمونا را یک بازی بدرونم. دستش به طرفی سرش برد و هم کلاهش گرفت. نگاه کرد که میمونا را هم کلاها را هم دستشان گرفتن. و باز هم کلاه بالاتر برد. نگاه کرد که میمونا را هم امی کلاهایی که در دستشان هستن بالا میبرن. خب بعد به همی زمین کلاه پرتاف کرد. وقتی که کلاه در زمین زد او میمونا را هم امی کارا کردن. گرفتن امو کلاه ها را در زمین انداختن. خب این پیرمرد خیلی خوشحال شد. ام کلاهاش جمع کرد رفت. وقتی که به خانه‌اش آمد این نقل در پیش فرزنداش کرد. نبیره هاش و پیسراش همینا. خیلی خنده کرد. و دیری نگذشته بود که موی سفید هم وفات کرد و نبیرش همی کسب پدرش انتخاب کرد. پدر بزرگش یعنی. و این نیز از همی شهر کلاه خرید و به طرف دیگه میخواست همی کلاه ها را ببره بفروشه. در راه میرفت که باز همون درخت زیبا را دید که تاش سایه است. گفت خوب یک استراحت کنم. همون کلاه ها را در پیشش ماند. یک کلاه در تایی سرش خواب رفت. خب از خواب که بیدار شد نگاه کرد که باز هم میمونا هم کلاه ها را گرفتن در دستاشون و هم نقل پدر بزرگش یعنی بابیش در یادش زد. خب دستش به طرفی سرش برد کلاه قپید. نگاه کرد که میمونا را هم کلاه قپیدن. کلاهاشون قپیدن و بالا برد کلاه ها و در زمین زد. اما میمونا در این دفعه کلاه ها را در زمین نزدن. حیران شد گفت خوب پدر بزرگ ما اینا بگیم که پدر بزرگم تانست اینا را بازی بدرانه اما من هم میتونم که اینا را بازی بدرانم. خب یک میمون گپ اومد گفت گپ در بین خودمو ما را مثل خودت پدر بزرگ داشتیم این نقل کرده بود به همون خاطر ما امروز میدانیم. خب دوستای عزیز من میخوام همین نقل عبدالحلیمی که میگه من عبدالحلیم 2004 نیستم نقل امیرش شروع بکنم. گپای عجایب میگه دوستای عزیز. خب قصه های عجیب نقل میکنه می آدم که انسان اصلا
راحتش کیفش میآید وقتی که گپای همی آدم رو تماشا میکنه. یک گپ خوبش که من در نوارش دیدم میگه که منقدین من، نفرایی که من را تنقید میکنن، اینا اینقدر ناعادل هستن، اینقدر بد هستن که از پیش بنی خود دورتر نمیبینن. یک گپ عجیب میگه که من و عبدالحلیم 2004 نیستم. خوب در 2020 یگان دنبه پیدا کرده یک عبدالحلیم. بعضی آدم میگن که ارگب نگین کلان سال است گناه داره. دوستای عزیز، این سیاست یک جای است که در اینجا کلان سالی و میده سالی نیست. وقتی که در سیاست در اومدی، در این قدرت در اومدی، بخوای نخوای تنقیدت میکنن و دربارت گپ میزنن. کدمی که باشی نباشی تنقیدگرت پیدا میشه و مخالفت هم پیدا میشه، دربارت گپ میزنن. به همون خاطر در ویدیوی آخری که ما درباره بگیم که شکرابی با آلوچه کرده بودم، بسیار بعضی ها حیران شدن و از هم بالا از هم وزیرا و وزرا زنگ زدن، گفتن که حضرت بسیار نوار خوب بود، جناب در محقول شید. خب ما جناب هم تنقید میکنیم، جناب برای اونهاست، خب برای ما جناب نیست. اما گذشتیم از این گپ، میریم برای عبدالحلیم. این عبدالحلیم با یک گپ تاریخی زد، میگه که بیستدالی کمک آرام شم که راستی من مرده که تماشا میکنم از یک طرف ناراحت میشم به خاطری که مجبور میشه که دروغ بگه، از یک طرفی دیگه با اینقدر با غلدر است، اینقدر با غلدر ای دوستای عزیز که میخواه که با دروغ های گفتگیش مردم باور کنن و باز هیچیش نگن، تنقیدش نکنن. عبدالحلیم 2004 نه 2020 ما اگر که میتونستم دو نامگذاریت میکردم. یک نامگذاری عبدالحلیم 2004، یک نامگذاری دیگه عبدالحلیم 2020. خب فرقیت در چیست؟ فرقیت همی است فقط که در 2004 امی سر شما سیاه تر بود، خب در 2020 سر شما سفید شده است. ما فکر میکنم که اگه چیز زیادی هم در بدن شما نور اومده است که شما فرقیت داشته باشین. فرقیت شما در همی است که شما در 2004 اصلا پروای ملت نداشتین، در 2020 هم اصلا پروای نه ملت نه هیچ کس هم دیگه نداره. نمی فرقیت است که خوب در بین این گپ ها فرقیت پیدا نمیشه. خب با یک گپی خوبی میگه مردمی که من تنقید میکنن آنها اینقدر به عقل هستن که از پیش بنی خود دورتر نمیبینن. خب اگه عبدالحلیم و بنی خودت کلان که است، خودت پیش بنی تا میبینی. مردم که بنی های کلته دارن مشکل است که پیش بنی شو ببینن. با همون خاطر اون مشکل در خودت پیدا که و مردم گپی زیاد نزد که بنی هاشون مایدعک هستن و از پیش بنی خود دورتر نمیبینن. و مسئله که خوب دوستای عزیز در اینجا یک سوالش میتن که شما بایگری دارین؟ میگه گپ سر میکنه درباره بایگریش، بعد درباره فرزنداش میروه. اصلا یک کاندید پرزیدنت، خب نه رحمانت نه دیگر نفرای کاندید پرزیدنتن یگانتت لایق به این جا نیستن. امروز ما اونا را اگر دعوت کنیم برای صحبت کردن، امروز منوچهر کوهستانی آماده است که با هر یک عالم، با هر یک نفری که خود را همچون کاندید پرزیدنت اعلان کرده است و میخواد پرزیدنتی آینده باشه صحبت بکنه. اما امروز کاندیدای ما اصلا آماده نیستن که در سوالهای جواب بدهن. وقتی که سوالش میکنه ژورنالیست، ما 10 سال شد مردم فهمونده ایستادم که ما حزب کیسگی نیستم. میگه خوب برای مردم معلوم است که خودت حزب کیسگی اینجا یکان جای بازیش نیست. همین نقل میمون و مو پیرمرده به خاطری چی کردم؟ به خاطری که خوب ازم 10 سال پیش برای ما فهمونده بودن که خودت همین حزب کیسگی هستی. پیش از انتخابات 2 ماه پیش از انتخابات پیدا میشه. با یک گفیزوری دیگه گفت است که من اگر پرزیدنت بشم مترو میسازم. خدا توبه، این مردک مترو میسازه. مردم حتما همیده آواز بدین که این مترو میسازه. یک چیزی که اصلا از دستت نمیایه، فهمیش نداری، من ببرم مترو میسازم، پترو میسازم، سترو میسازم.
خب اصلا که نمیبری اوربایی همه معلوم است که هم 3% خیلی هم زیاد اگر امسال بعد همی تحولاتی که در بیلاروس یک گذشته ساده است فکر میکنم که رحمانوف دیگه 90% نمیخواه و خیلی میگن نابودش 60%. اما هر 90% هم اگر برای خودش بنویسه هم ضرر کرده هم 60% هم، یعنی راه نداره. من هاز زیاد چیزا را میدونم، من میدونم که چه کشورها پیشرفت کردن. ای خدا توبه، 2004 میدونستی که کشورها چه پیشرفت کن؟ ما نمیدونستیم که تی خودمی زور بدای. اگر او خودمی زور میبودی هم 2004 نفرمادی زوری تنشون بودی که ای مردم من میتونم که مردم با پیش ببرم. خب این کار حکم کردن نمیتونی. آلی درباره یک کاندیداتی کلک دیگه که هست، آلی درباره او هم گپ میزنیم دوستای عزیز. براستی در فکر سیناری همو گپای همویم، چونکی وقتی که درباره پرزیدنت سوالش میتن که تو آماده هستی با پرزیدنت مصاحبه کنی یا اینکه گپ بزنی در برابر پرزیدنت، همی شروع میکنه مثل همی که همی کاغذ زدش تان که همی تعریف سر کنه. ای مردک آقای تو بازی دیو اومده کاندیدی پرزیدنتی، حداقل اگر که بازینگرم هستی، اگر که مثلا ختم تا بازور آوردن گفتن خیلی 10,000 15,000 دلار بگی، ما همه کارش میکنیم یگون بگیم که مدپیس جمع نکه. اما خوب دایی باره بعد گپ میزنیم دوستای عزیز، درباره این کلک کلی صحبت میکنم. حتما صحبتی روغنداری خواهد شد و انشالله که به خوبی و صحبت هم گوش کنین. مسئله دیگه، یک چیز دیگه را ما که عبدالحلیم 2004 2020 بگم که در سیاست همین خیلی است. وقتی که در سیاست آمدی مردم از خودت سوال میکنن، تنقیدت میکنن، مخالف پیدا میکنی، بخوای نخوای کارو میشون. وقتی که آماده نیستی در داخل سیاست آمدن و مبارزه بردن، خب دیگه ناراحت از مردم نشه. این مردم تنقیدت میکنن. ما در یوتیوب 2 سال شد گپ میزنم، شاید که 10,000 آدم تنقید کردن، گپای بد نوشتن. این همین است دیگه. در قرآن که در اومدی دیگه از هیچ نمیترسی. با یک چیزی دیگه، با مردم ایره با همو چارلی چپلین برابر کرده ایستادن. دوستای عزیز، شما هیچ وقت این نفر با چارلی چپلین برابر نکنین. به خاطر چی؟ به خاطری که اون نفر همچون نفری صنعتکار خودشم میگفت، قبول داشت که بازیگر استک، فیلم بازی میکرد، صحنه‌های هجوی بازی میکرد. برای مردم او حقیقتا میگفت که او کی است. اما این عبدالحلیم ما هم حزبی کیسگی ای، هم کاندیداتی کیسگی ای، هم میخواه که با دروغاش در چشمای مردم خاک باشه، بگه که نه ما حقیقی هستم. خب در وقتی که مردم تاجیک مشکل داشت آقای عبدالحلیم در کجا بودی؟ حاضی اصلا مردم ما مشکل داره در برای کدام مشکلات گپ زده ای که ما امروز برای خودت بگیم که آواز بتیم. یگان کاندید پرزیدنتی ما امساله، من انتظار نداشتم که رحمانوف باز هم کاندیداتی خدا پیشنهاد میکنه. راستی اصلا اینتریگ انتخابات هم از بین رفته که همتون احساس کردین. اون افرایی که شما رو تنقید میکنن راست میگن. آخی مردم شما رو بدبینی میکنن نه به خاطری که شما میخواین که پرزیدنت بشین، نه، مردم شما رو بدبینی کرده ایستادن به خاطری که شما آمدین از کجای، نه پروای ملت دارین نه داشتین، امروز آمدین گپ میزنین. شما گفتین که ما گپ میزنیم، کدام گپ ما تا امروز نشنیدیم؟ یعنی ما تنقید میکنیم خدا این طرفداری رحمانوف نه، چون که خود طرفداری رحمانوف هستی. ما این خدا تنقید میکنیم به خاطری که سالها شد که در چشم مردم خاک میپاشی، سالها شد که مردم دروغ میگوی، سالها شد که در حقیقت حزبی کیسگی هستی، در حقیقت با پول رحمانوف امروز میخوایی کاندیدات پرزیدنت شای، بازم میخوایی در پیش مردم دروغ بگوی. آخی ای مردکی خوب، آیا دنیا کرای امیره داره که وجدان تا بفروشی؟ وقتی که میگوی بایدگری که فقط یک خانت هست، وقتی که میگوی بایدگری فقط فرزندات هستن، خب میبخشی که با او 6,000 سامانی که از طرف حکومت برای کاندیدات پرزیدنت جدا میشوه، فکر نکنم که بسیط بکنه در این کارزاری انتخابات. به همون خاطر
بیاین دم چشم مردم خاک نپاشین. هر کس جای خچه بگه، هر کس بگه که مثلا اینمی حزب کیسگی هستک، مردم همه چیز قهرشو میکنه. امروز مردم تاجیک همه چیز دیده ایستاده است. امروز این مردم 2019 2018 نیستند. این مردم اوزی بعد انقلابی که شیده ایستاده است در بلاروسیا، بعد کارایی که بعد این کرونا ویروس، مردم ما اوزی اون مردم پیشکی نیستند. باورم کنین. همه کارای شما را میدونه. امروز سطح فهمیش سیاسی مردم ما خیلی بالا رفته ایستاده است. با همون خاطر این ملت هر وقتی که در کار شب باز از شما سوال میکنه. ایچ خوب بفهمین، ایچ خوب درک بکنین. درک مسئله خیلی مهم است. درک مسئله خیلی مهم است. اگر که شما اینقدر خاک پاش هستین، بیاین یک ستلک بگیرین، برین خاک دنیا را گرم جمع بکنین، خوب در پیش دری رئیس جمهوری دوست داشته تو بشینین، انتظارش بشین که بیایم خاک گرم بگیرین، کم کم اوز شختان بفهمین. هم در چشم مردم خاک میپاشه، هم باز میخواه که این مردم باورش کنن. با این گپ هست که جا یاد گرفته باشه که همه مردمی که منو تنقید میکنن، مردمی که من تنقید میکنن از پیش بینی خود دورتر نمیبینن. خب این مشکلی خود است که بینی دراز داری، پیش بینی تا میبینی. خب مردم ما در اصل بینی کلتک هستن، امی پیش بینی شاید دیدن نمیتونن، میخوان که از پیش بینی کم دورتر ببینن. اما این مشکل شما نباید باشه، این مشکلی خودت نباید باشه. همچون کاندید پرزیدنت حق نداری مردمی که تنقید میکنن گپی بدشو بگوی. من اصلا حیران میشم که شما را از کدام بیشه میکنن میارن، شما را از کدام جنگل آوردن که حداقل فرهنگ صحبت کردن با ملت را ندارین. در حقیقت وقتی که یک کاندید پرزیدنت فرهنگ صحبت کردن با مردم نداره، آیا نمیدانی همچون یک نفری که در سیاست هستی، همچون یک نفری که نمیفهم دیپوتات هستی، نمیدانی که حق نداری تنقید بکنی ملت؟ خدا توبه. خوب تنقیدت میکنن، حق دارن. این حقیقت است که حزب کیسگی هستی، این حقیقت است که کاندید کیسگی هستی. با همون خاطر مردم در اینجا تنقید نکن، مشکل در خودت پیدا بکن. خب ولی با کاندیدای دیگه هم میایم دوستای عزیز. اگر که همین گپای ما معقول شده باشن، اگر که در حقیقت شما فکر بکنید که منوچهر کوهستانی همین گپای درست میگه، انشالله که بگیم که همین چلیکای کالونیتون زیر بکنین. دوستای عزیزی که آبونه نیستین آبونه بشین. و خطون برای همت معلوم است که منوچهر کوهستانی در اینترنت به خاطر آبونه و به خاطر لایک گپا نیست، اما به خاطر ای که ویدیوهای ما را زیاد تماشا بینشون بشوه، زیاد ما بتونیم که فکر عقیده خود برای مردم برسانیم، خواهش میکنم که لایک بگذارین، کامنت بنویسین دوستای عزیز، که در آینده ما بتونیم که کاری خود پیش بریم. در آینده بتونم که فکر عقیده خود بیشتر بتونم ابراز بکنم، چون که امروز من نیاز دارن ملت به من و منم به ملت نیاز دارم. ملت به من نیاز داره و منم به ملت نیاز دارم. ملت این بهترین استاد است برای هر یک شخص. هر یک شخص میخواد با ملت باشه، باوری بکنه که این ملت استاد خوبی برای او خواهد بود و این ملت انشاءالله که دستگیر خوبی برای او خواهد بود. به همون خاطر با شما خداحافظی میکنم دوستای عزیز. خدا نگهدارتون باشه.